سلام دوستان، بچه ها چارت لایت کوین رو میبینین. بریم با هم دیگه ببینیم که اگر در چه قیمت هایی در چند روز آینده خرید کنیم میتونه سود خوبی به همراه داشته باشه. خب بچه ها ببینین چارت لایت کوین رو. این چارت لایو لایت کوین همون جور که میبینین قیمتش الان $68.74 تقریبا همین محدوده ای که تحلیل رو روش انجام دادیم. خب چه اتفاقی میتونه برای لایت کوین بیفته؟ بچه ها لایت کوین روی سقف بنفش رنگه، یعنی محدوده 66 تا $68. پیش بینی سبز رنگ میگه از همینجا میتونه یه حرکت خوب بکنه به سمت بالا تا $74 بالا بره. 74 به سمت بالا رد کرد، 77 تا 79 مقصد بعدیشه. اما آیا الان که محدوده $68 خرید بکنیم یا نه؟ باید بهتون بگم ریسک متوسطی داره، نه ریسک پایین. چرا؟ چون امکان داره بچه ها در چند روز آینده از این قسمت وارد منطقه بنفش رنگ بشه تا محدوده $62-63 پایین بیاد. یعنی چی؟ یعنی بچه ها اگر قیمت لایت کوین رسید به محدوده 62 63 تا $64 اینجا میتونه یه نقطه خوب برای خرید باشه با ریسک پایین. از اون بدتر، یعنی از اون پایین تر، اگر اومد پایین تر بچه ها محدوده $56 تا $60 که ما اواسطش رو میگیریم $58 که اینجا میبینین $58 هم میتونه یه قیمت خوب برای لایت کوین باشه. چرا؟ حمایت خوب. چه اتفاقی میفته؟ قیمت لایت کوین میتونه بچه ها از محدوده‌ای که مشخص کردم $58 اگر رسید حرکت کنه تا کجا؟ یک، محدوده $62-63، دو، محدوده 66 تا $67. خب الان چی کار کنیم؟ میشه 66 تا 68 خرید کرد، ریسکش متوسطه، اون با خودتون میتونه پایین تر بیاد. اگر رسید محدوده 62 63 تا 64 اینجا گزینه اول خوب هست برای خرید با حد سود اول 66 67. اگر اینجا خرید کردین پله اول، پله دوم اومد پایین تر محدوده 56 تا 58 59 اینجا خرید کردین، محدوده حد سود اول $62، حد سود دوم محدوده 66 تا $68. خب بریم با هم دیگه ببینیم چقدر میتونیم ازش سود بگیریم. بچه‌ها ببینید الان محدوده 68، اگر همین جاها خرید بکنیم، همین جا که مثلا الان هست، حد سود اولش $72، چقدر سود میده؟ 4.5 سنت. این عدد اون وسط مستطیل آبی رنگو ببینین، 4.5%، عذر میخوام، 4.5% میتونه سود بده. اگه 63 تا 64 اینجا سوارش شدیم، من محدوده 63.5 رو میگیرم. ما اینجا خرید زدیم، حد سود اول محدوده 67، حدوداً 5.5%. اگر هم بچه ها اومد محدوده 56 تا 60 که ما 58 رو میگیریم، حد سود اولش 63 با 8.5%، حد سود دومش 66 با 13.5%. یعنی ما پیش بینی میکنیم یه همچین حرکتی یا بیاد پایین، یه همچین حرکتی به سمت بالا بزنه. پس این شد تحلیل ما اگر وارد محدوده بنفش رنگ شد. خب الان با هم دیگه میخوایم بریم ببینیم در قسمت قبل پیش بینی چی بود، نتیجه چی شد. بچه ها چارتی که میبینین قسمت نهم تحلیل لایت کوین 29 بهمن. امروز هم من توی تاریخ ببینم چندمه، به عبارتی 3 اسفند امروز. خب بچه ها ببینین 9 بهمن چه اتفاقی افتاد. قیمت لایت کوین در اون وقت $67.61 بود. چی گفتیم؟ گفتیم لایت کوین میتونه از همینجا یه حرکت به سمت پایین بزنه، بیاد روی کف $64، از $64 بره بالا تا کجا؟ یک، $68. $68 رو به سمت بالا رد کرد، 72 و بعد از اون 77. و همچنین گفتیم اگر از همین جا اومد بالا و این خط و شکست، یعنی چی شروع میشه؟ یعنی این فلش سبز رنگ اینجا اگر وارد شدین که کار پر ریسکی ما این کار رو نمی کنیم، ما در کف ها وارد میشیم. گفتیم قیمت اگر 68 اومد بالاتر، حد سود اولش 72، حد سود دومش 76 تا 77. خب بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. ببینیم بچه ها اینجا جایی بود که تحلیل قسمت قبل رو ارائه کردیم، قیمت پایین نیامد، اینجا اومده بود جای خوبی برای خرید بود، اینجا اومده بود جای خوبی برای خرید بود، از همینجا بالا رفت. بچه ها ببینین 68 رو که به سمت بالا رد کرد،
به خوبی تا تارگت یک که 72% با 5% سود بالا رفت، دوباره اومد پایین، دوباره به سمت بالا رفت تا 72 و الان در این محدوده ساید یا رنج شده که الان چی؟ ما منتظریم ببینیم از همینجا میره بالا یا اینکه میاد از 63 پرتاب میشه یا از 58 به سمت بالا پرتاب میشه. بسیار خوب بچه ها، اینم از 10مین قسمت از تحلیل رمزارز لایت کوین. بچه ها یه سری کارهای جدیدی داریم توی تحلیلامون انجام میدیم. نظراتتون رو برای من بنویسین، چه در سایت در قسمت نظرات، چه در شبکه‌های اجتماعی به صورت کامنت، تا بتونیم هر دفعه تحلیل‌ها رو بهتر کنیم. میریم تا چند روز آینده که برگردیم بیایم با 11مین قسمت از تحلیل رمزارز لایت کوین. فکر میکنم حدوداً 2 هفته تا 3 هفته دیگه میشه، بیایم ببینیم از این پیش بینی هایی که کردیم کدومش تونسته بهتر به واقعیت تبدیل بشه. توی سایتمون، توی کانال یوتیوبمون با تحلیل 25 رمزارز معتبر به صورت قسمت به قسمت، همگی کم ریسک، بدون لوریج، اثبات، در خدمتتون هستم. اونجا میبینمتون.